مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که در این مستند من خودم رو لتو پار بکنم و جر بدم بذارم کنار، چون خیلی از دوستان من میدیدم در رسانه‌های مختلف، در توییتر و فیسبوک و نمیدونم تلگرام و اینستاگرام هی خبر میزدن آخ امین فردین کی میشه یکی دهن خودتو جر بده بذارتت کنار، خودتو سرویس بکنه. ما در همین ویدیو رسما اعلام میکنم خودمو جر میدم میذارم کنار، خیالتون راحت. از الان به بعد با آرامش زندگی بکنید. هرچند در چند تا ویدیو گذشته خودم هم چند بار راجع به رسانه پشت پرده و خودم افشاگری کردم. امروز با یک زاویه دیگه میخوایم راجع به رسانه پشت پرده امین فردین صحبت بکنیم، راجع به منابع خبریمون میخوایم صحبت بکنیم، سبک کاری که ما در رسانه پشت پرده داریم، منابع مالیمون، حالا چیزهای مختلفی که هست و سوالاتی که شما من دیده بودم در کامنت ها گذاشته بودید و حواشی که ایجاد شده بود. و از همه مهمتر در طول چند ماه گذشته ما سعی کردیم که راجع به سلبریتی ها و سلبریتی ها دست به افشاگری بزنیم و البته طول این سالها خیلی این اتفاق افتاده، راجع به افراد مختلف سعی کردیم که افشاگری بکنیم. امروز می‌خوایم راجع به سبک کار خودمون صحبت بکنیم. شاید هم یه قسمتش سواد رسانه‌ای باشه، شاید هم یه قسمتش آموزش باشه. و اینجا من اعلام میکنم که من امین فردین اولین خبرنگار با سبک پاپاراتزی در ایران هستم. قبلا ما سابقه نداشته که رسانه‌ای داشته باشیم که با سبک پاپاراتزی کار خودش رو جلو برده باشه و مسیر خودش رو ببره جلو و ما سعی کردیم که در رسانه پشت پرده با سبک پاپاراتزی رسانه خودمون رو جلو ببریم. حالا این پاپاراتزی چی هستش من توضیح میدم، شاید خیلی از دوستان ندونن پاپاراتزی یعنی چی و جمع کن برو بابا این چرت و پرتا چیه، ولی خب سعی می‌کنیم حالا توضیح بدیم که قشنگ یه عده میخوان پشت پرده ما رو ببینن بدونن که موضوع چی هستش. سبک پاپاراتزی بدین صورت هستش که بیشتر به هنرمندها، حالا خواننده‌ها، بازیگرها، ورزشکارا، اصطلاحاً سلبریتی‌ها و سلبریتی‌ها خودشون و خانواده‌شون کار داره و اخبار محرمانه خاص و پنهان این افراد رو منتشر میکنه. دوباره میگم سبک پاپاراتزی یک سبک جنجالیه که اخبار پشت پرده و پنهان بازیگرها، سلبریتی‌ها، خواننده‌ها، فوتبالیست‌ها خودشون و خانواده‌شون رو افشا میکنه و این نوع سبک پاپاراتزی در همه جای دنیا مرسوم هستش و خیلی از خبرنگارهای دنیا و خیلی از رسانه‌ها از این نوع سبک استفاده میکنن. ما هم در رسانه پشت پرده خبرنگارایی داریم و اصطلاحاً منابعی داریم که با سبک پاپاراتزی اخبار رو برای ما تهیه میکنن و ما منتشر میکنیم. پاپاراتزی ها برای تهیه عکس‌های مورد نظر خودشون با به دست آوردن سرنخ‌هایی از برنامه‌های چهره‌های سرشناس ساعت‌ها و شاید روزها در انتظار میمونن تا شاید بتونن یه عکس عامه پسند از یه حالت و موقعیت به خصوص اون چهره سرشناس تهیه کنن. از اون طرف هنرمندا و بازیگرا و فوتبالیستا و خوانندا و سلبریتی‌ها و سلبریتی‌ها معروفیت و محبوبیت و مشهوریتشون رو مدیون رسانه‌ها هستن. یعنی اگر رسانه‌ها نباشن هرگز اینا کارشون به چشم نمیاد و مردم اونها رو نمیشناسن و یک رابطه سه‌ضلعی شکار و شکارچی و مصرف کننده همیشه بوده و خبرنگارهایی که سوژه‌ها رو شکار میکنن برای مصرف کننده هایی که اصطلاحاً مردم هستن و اخبار پنهان و جنجالی رو میبینن یا بعضا خبرهای معمولی رو. ولی خب پاپاراتزی ها همیشه خبرهای پنهان، جنجالی و خاص رو تهیه میکنن، خبرهایی که عموما خبرنگارهای عادی نه قدرت به دست آوردن این خبرها رو دارن نه منابعی رو دارن که بخوان این نوع خبرها رو به دست بیارن. و ما در رسانه پشت پرده به عنوان اولین رسانه هستیم که با سبک پاپاراتزی سعی کردیم که رسانه پشت پرده رو بالا بیاریم و ببریم جلو با بیننده‌هایی که داریم. و از اون طرف خبرنگار پاپاراتزی گفتن که در همه جای دنیا وجود دارن، خبرنگارهایی که اخبار محرمانه‌ای رو از یه سری آدم‌های معروف به دست میارن و منتشر میکنن. خبرنگار پاپاراتزی بعضن هفته‌ها پشت در خونه آدم‌های معروف و مشهور در خارج از ایران، منظورم در ترکیه من خیلی دیدم اتفاق داره جدیداً میفته، کمین میکنن که بتونن یک عکس جنجالی مثلا از فلان بازیگر خانم با دوست پسرش شکار بکنن، یا مثلا پلن‌ها و برنامه‌های اینا رو پیدا میکنن، میرن تعقیب و گریز انجام میدن طرف کجا میره، تو کدوم خونه میره، با کدوم دوست پسرش هستش،
به کدوم مثلا ساحل میره که بتونن یک عکس جنجالی رو شکار بکنن و در رسانه ها منتشر بکنن. عموما خبرهایی رو که خبرنگارهای پاپاراتزی منتشر میکنن از جنس حاشیه هستش و خیلی هم بیننده داره در همه جای دنیا. امی وایت هاوس رو میبینید که خواننده بریتانیاییه که یکی از محبوب ترین شکارهای عکاسی برای پاپاراتزی ها بود. امی بر اثر مصرف بالای مواد مخدر و مشروب در میگذره. جاستین بیبر هم یکی دیگه از سوژه های داغ پاپاراتزی هاست. ما کاری که در رسانه پشت پرده هم انجام دادیم این بوده که برای اولین بار سبک پاپاراتزی رو جلو بردیم. توی ایران معمولا رسانه ها کارشون تعریف و تمجید از بازیگرها. نمیدونم فلان بازیگر کمک کرد به فلان خیریه، فلان بازیگر فلان کار مثبت رو انجام داد و هیچ اطلاعات پنهانی رو از سلبریتی ها منتشر نمی‌کنن. کاری که ما در رسانه پشت پرده به واسطه خبرنگارهایی که داریم و به واسطه منابعی که داریم منتشر میکنیم. یه عده سوال میپرسن که منابع خبری شما کیاست؟ پشمام، برگام، چه خبرهایی رو منتشر میکنی؟ وای اینو از کجا پیدا کردی؟ فلان فایل صوتی رو از کجا پیدا کردی؟ هک کردی؟ شنود کردی؟ با فلان جریان مثلا اطلاعاتی در ارتباط هستی؟ نمیدونم با فلان سازمان امنیتی در ارتباط هستی؟ خیلی از این اتفاقات میفته. در جواب این افراد باید بگم که ما یک تعریف کلی داریم برای رسانه ها، مخصوصا رسانه های خبری. در هیچ کجای دنیا هیچ رسانه خبری منابع خبری خودش رو افشا نمیکنه. اصلا جزء قانون هستش در همه جای دنیا که منابع خبری رو رسانه ها افشا نمیکنن. چرا؟ چون مثلا من یک منبع خبری دارم که فلان سلبریتی رو داره افشا میکنه، فلان سلبریتی رو داره افشا میکنه. خب من اگه بیام این منبع خبری رو لو بدم و افشا بکنم، خب جون اون منبع خبری من به خطر میفته. یا فلان سازمان امنیتی میره بالا سر طرف میگه چرا فلان خبر رو منتشر کردی؟ در خارج از کشور رسانه‌های بزرگ هم هیچ وقت منابع خبریشون افشا نمیکنن. مورد اول حفظ جون اون طرف هستش. مورد دوم لو نرفتن منابع هستش. اگه قرار باشه که من منبع خبری خودم رو لو بدم، یک کسی دیگه هم بلند میشه صبح یه رسانه میزنه، ارتباط برقرار میکنه با منبع خبری من و اصطلاحاً این وسط من دیگه منبع خبریم خبرهای دست اول رو به من نمیده، به 10 نفر دیگه هم میده و اون خاص بودنه و اون جالب بودن خبر دیگه هیچ وقت اتفاق نمیافته. به خاطر همین هیچ کجای دنیا هیچ رسانه‌ای هیچ وقت منبع خبری خودش رو افشا نمیکنه. خبرنگارای پاپاراتزی همه زندگی پنهانی یک سلبریتی رو افشا میکنن یا یک سلبریتی رو افشا میکنن، از تولد بچهش، از ازدواجش، از تعداد دوست پسرهاش، از چتهاش، از پیامهایی که رد و بدل کرده. و یک قانون مهم و اساسی هست که خبرنگارهای پاپاراتزی اون رو رعایت میکنن و اونم این هستش که در سبک خبرنگاری پاپاراتزی هیچ قانونی وجود نداره. یعنی یک قانون اساسی و مهم در سبک پاپاراتزی وجود داره که هیچ قانونی رو توش رعایت نمیکنن. پرنسس دایانا رو میبینید، یکی از چهره‌های سرشناسی که به شدت مورد تعقیب پاپاراتزی‌ها قرار گرفت. پرنسس دایانا همسر سابق چارلز ولیعهد بریتانیا بود. عکس‌های دایانا به خصوص بعد از جداییش از چارلز و رابطه‌اش با یه فرد پاکستانی جنجال برانگیز شد. افراد معروف و مشهور دنیا هم، حالا تو ایران هم جدیداً داره این اتفاق میفته، عموما با پاپاراتزی‌ها مشکل خیلی عجیب غریبی دارن دیگه، چون پاپاراتزی‌ها اخبار پنهان رو منتشر میکنن و این افراد هم خوششون نمیاد. تو ایران یه مقدار قضیه متفاوت تر. اول میاد چیکار میکنن سلبریتی ها که خیلی برای من اتفاق افتاده، بلاکت میکنن. یعنی اولین کاری که میکنن سلبریتی ها بلاکت میکنن. در مرحله دوم میان یه دونه استوری منتشر میکنن یا یک مصاحبه رو انجام میدن، راجع به آبروی مؤمن صحبت میکنن. آبروی مؤمنه نباید ریخته بشه. تنگ اون آبروی مؤمن یه آیه قرآن، یه حدیثی، چیزی میارن که امام و انقلاب و اسلام به خطر نیفته. بعد از اون به کسایی که فن پیجاشون رو دارن و طرفدارانشون هستن یه خط میدن، میگن که برید استوری بذارید فوش خارمادر بده به اون خبرنگاره که سبک پاپاراتزی داره و بگید بلاک رو ریپورتش بکنن و اونا هم شروع میکنن بلاک رو ریپورت کردن. در مرحله آخر شروع میکنن به اعدام کثافتکاری‌های خودشون که این روش خیلی در ایران مرسوم هستش، مخصوصا اون قسمتی که میگن آبروی مؤمن و امام انقلاب و آیه و حدیث. اون یه تیکه‌شو خیلی هاشون استفاده میکنن و تنگش 1000 تا کثافتکاری انجام میدن. خب طبیعی هم هستش دیگه، خبرنگار پاپاراتزی در همه جای دنیا
دشمن دارن. چرا؟ چون عموما این خبرنگارها با افراد معروف و مشهور و محبوب سر و کار دارن و اخبارشون رو منتشر میکنن، اخبار پشت پرده و خاص دیگه، مثلا با کی در ارتباط بوده، چجوری در ارتباط بوده و چه کارهایی کرده. خب اینها یک خبرهای خاصیه که خیلی از رسانه‌ها پوشش نمیدن یا امکان به دست آوردن اطلاعاتی رو ندارن که بخوان منتشر بکنن. و از اون طرف خب خیلی کار برای این خبرنگارا سخت میشه دیگه، طوفانی از حاشیه‌ها رو ایجاد میکنن، نمیدونم راجع به اون طرف هر آن چیزی که هست مثلا راجبش میرن تو رسانه ها صحبت میکنن، طرفداراشون رو هدایت میکنن که مثلا حالا جدیدن تو این سالها مد شده دیگه، برید نمیدونم کامنت فوش بذارید. حالا یه نمونهش رو من برای خودم میگم، شما کافیه که اسم و فامیل من رو در توییتر سرچ کنید. بیش از 93% از توییت هایی که راجع به من شده، مخصوصا توییت هایی که جنبه انتقادی و منفی رو داشته، با اکانت های فیک اتفاق افتاده. یعنی شما همین الان یک آزمایش کاملا ساده هستش، برید اسم و فامیل امین فردین رو توی توییتر نگاه بکنید، بالای 92% کسایی که ضد من نوشتن اکانت های فیک دارن، کسایی که مشخصه دیگه. خب من راجع به خیلی ها افشاگری کردم، راجع به خیلی ها صحبت کردم و خب این طبیعیه دیگه. من بیش از 700-800 تا ویدیو در یوتیوب دارم و اتفاق چی هستش؟ خب هر کدوم از این افرادی که من راجع بهشون صحبت بکنم 10 تا 20 تا اصطلاحاً طرفدار فدایی هم داشته باشن، خب میشه 1200-300 نفر آدم و این 1200-300 نفر آدم خب دیگه بیکارم هستن، توییت میکنن، مودم شده، یه دونه وبسایت با 10,000 تومان درست میکنن، تو وبسایتاشون مینویسن. حالا این کلمه پاپاراتزی از کجا اومده؟ یک کلمه جمع در زبان ایتالیاییه و مفردش پاپاراتزوه. این کلمه از سال 1960 به بعد با نمایش در فیلم سینمایی لا دولچه ویتا اثر فدریکو فلینی به سر زبون افتاد. و از اون طرف همیشه انتشار اخبار پنهان از آدم‌های معروف و مشهور مورد استقبال مردم بوده. ما هم سعی کردیم که مثلا راجع به فسادهای اخلاقی و ارتباطات پشت پرده بازیگرها صحبت بکنیم. حالا یه عده‌ام گفتن که راجع به خود افشاگری می‌کنن، راه داشته باشیم من خودم فیلم لخت خودم رو منتشر می‌کنم، اصلا خواهشاً سمت من نه، دقیقاً دیدید انتحاری میزنم و خودم رو میترکونم. راجع من زیاد چیزی پیدا نمی‌کنید. پارتی و دیسکو و جای مختلف هم که میرم خودم استوری میذارم، فیلم میذارم، نمیام جا ادعا بکنم که ذکر گفتم و نمیدونم یقه رو بستم و پیشونه من جای مهره. هیچ وقت این اتفاق نیافتاده، ولی همیشه چارچوب هایی رو رعایت کردم. خط و قرمز هایی رو ما در رسانه پشت پرده رعایت میکنیم، به تمام ادیان مذاهب احترام میذاریم، به تمام باورها احترام میذاریم. شما امکان نداره ویدیویی رو از من پیدا بکنید که من به یک ادیان یک مذهبی بخوام توهین بکنم. حتی ما همیشه گفتیم دیگه کسایی که طرفدار سیستم ایران هستن بهشون احترام میذاریم، به حال یه عده هستن طرفدارشان، شما چه خوب بخواید چه بد بخواید طرفدارم، یا یه عده‌ای که طرفدار مثلا سیستم پهلوی هستن بهشون احترام میذاریم. همه برای ما محترمن و سعی میکنیم که اگرم انتقادی میکنیم بر پایه سند و مدرک باشه، با سبک پاپاراتزی خودمون. و من به عنوان کسی که خبرنگارم هستم یا تیم من سعی میکنه که همه جریان ها و همه اتفاقات رو زیر چتر خبری خودش قرار بده، البته بازم تاکید میکنم به سبک پاپاراتزی و جنجالی و خاص خودش، نه سبکی که رسانه های حالا چه داخل ایران چه خارج از ایران دارن دنبال میکنن. اگه دیده باشید مثلا من از واژه های کوچه بازاری خیلی استفاده میکنم، فعل های اصطلاحاً ما بهش میگیم بریده، یا مثلا حرکات خاص خودم و از واژه‌های خاص خودمون میگیم مثلا زارت فلان اتفاق افتاد یا زارت مثلا فلان کارو کرد. اینها سبکای خاص خودمون هستش، نه رسانه‌های داخل ایران ازش استفاده میکنن نه رسانه‌های خارج از ایران. یک حرکت نوعی هستش که ما با این حرکت و تفکر و با این روشی که داریم میریم جلو سعی میکنیم که اخبار خودمون هم حالا بعضن با زاویه طنز منتشر بکنیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که بتونم بیشتر دهن خودم رو جر بدم و اتفاقات پشت پرده خودمون رو بگیم بیشتر. من سعی کنم راجع به سبک کار رسانه پشت پرده صحبت بکنم. گفتم دیگه زیاد راجع به پشت پرده من نگردید، خب طبیعیه دیگه، راجع به خیلی افشاگری که من خودم فیلم لخت خودم پخش کردم.
فیلم یه چیزی خودم پخش کردم. زیاد سمت من نیاد که ما کلا توی فاز خاصی هستیم برای خودمون. قربونتون برم. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. ممنون از شما. اگر دوست داشتید کانال یوتیوبی رسانه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.